حدود 160 سیت قیلون و مواد آن از برخی رستوران‌های شهر کابل در شهر نو و کلالپشته در مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر کابل جمع‌آوری شد. در کمپاین جمع‌آوری قیلون‌ها آمریت حوزه 4 امنیتی کابل، وزارت صحت عامه و ښاروالۍ کابل سهیم هستند. سروان علمیار آمر حوزه 4 امنیتی کابل در هنگام این کمپاین به رسانه‌ها گفت: قیلون یک چیزی است که هم به صحت جوانای ما ضرر داره و هم محیط زیست ما را خراب می‌سازه. یک تعداد جوانای ما در عدم فهم از این قرار گرفته که آیا امی قیلون چقدر بر ازیا ضرر داره. دیگه ما خواستیم که امروز جوانای ما از ضرر ادمی به خیر و به خوبی بیغم شوند و همیشه از سایه خود جمع‌آوری کردیم. از سوی هم دکتر بشیر احمد سروری مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه میگوید که اگر رستوران ها بار دیگر قیلون بیاورند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. اگر باز اینا ادامه دادن به حرکت خود، تخلفات خود، در بار دوم جرایم سنگین‌تر از قبیل جریمه نقدی و زندانی شدن و مواد دیگه قانون بالاشان تطبیق شود. فرید احمد که مالک یک رستوران است میگوید که قیلون در کنار این که به جوانان مضر است، اما می‌افزاید که جوانان بسیار علاقه‌مندانه هستند. دا شکر وکي دا د ځوانانو د صحت ډیر تاوان رسي. زه خپل په دې موافق یم چې تاوان رسي. خدا سي دي چې ځوانان بیا د ډیرو دغه څخه پر راګرځېدلي دي. دا اوس داسې څو لکه د ځوانانو د یو مجلس د بانډار یو دریم نفر چې 2 نفره بانډار کې د دریم نفر دي چې پر دغه بانډار راټولي. روز یک شنبه در جریان کمپاین سیت‌های قیلون حدود 12 رستوران جمع‌آوری شد و به گفته مسئولان وزارت صحت عامه این کمپاین تا یک هفته دیگر در نقاط مختلف شهر کابل ادامه خواهد داشت. از سوی هم مردم عام میگویند که این یک اقدام خوب است و حکومت باید جلو قیلون خانه ها و استفاده دیگر دخانیات را بگیرد.